پدیده ضعف ایمان. من از غفلت در طاعات و عبادات و تنبلی در انجام آنها رنج میبرم، به گونه‌ای که گویا علاقه‌ای به بهشت ندارم، از آتش جهنم نمیترسم و از اینکه مرگ هر لحظه به سراغم بیاید بیمی به خود راه نمیدهم و برای اصلاح حالم نمیدانم چه کار کنم. این زبان حال بسیاری از جوانانی است که به سبب تنبلی در طاعات و عبادات و غفلت کردن از انجام آنها دچار ضعف ایمان شدند. در نتیجه به راحتی مرتکب گناه می شوند. روزانه معصیت‌هایشان افزایش می‌یابد، در نمازهای خود سهل‌انگاری می‌کنند، در انجام عبادات تنبلی می‌ورزند و کمتر ذکر الله متعال را به زبان می‌آورند. همچنین کمتر دست به دعا برمی‌دارند، از آیات قرآن کریم متأثر نمی‌شوند و به طور کلی مرگ را فراموش کردند و اگر به یاد هم بیاورند متأثر نمی‌شوند. همه اینها آفت‌هایی است که اسباب و عواملی دارند. برخی از این عوامل عبارتند از قرار گرفتن در محیط معصیت و گناه، کارها را به فردا گذاشتن و داشتن آرزوهای طولانی، شیفتگی به پول و دنیا و غفلت از آخرت و محاسبه شدن در آن، افراط کردن در انجام کارهای مباح، اسراف و زیاده روی در استفاده از امکانات رفاهی. لذا هر کس می‌خواهد به فلاح و رستگاری برسد باید غبار سستی، تنبلی و امروز و فردا کردن را از خود دور نماید. از غافلان، انسانهای بد و پیروان هوا و هوس فاصله بگیرد، بیشتر به طاعت، ذکر، بندگی و دعا مشغول شود، تلاش نماید تا نشست و برخاستش با انسانهای صالح و نیکوکاری باشد تا هنگام غفلت راه دین را برایش یادآوری نمایند و هنگام سستی و تنبلی به کمک او بشتابند. الله متعال می‌فرماید: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. با کسانی باش که صبح و شام پروردگارشان را به قصد خوشنودی الله متعال به فریاد می‌خوانند و چشمانت را از آنان برای جستن زینت حیات دنیا بر نگردان. پس کسانی که دلهایشان را از یاد خدا غافل ساخته ایم و از خواهشات نفسانی خود پیروی می کنند و در کارهایشان دچار افراط و تفرید شدند پیروی مکن.